سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. بالاخره من اومدم بعد از بیشتر از 1 ماه تقریبا، نمیدونم دیگه دانشگاه دیگه. یعنی کی شده که دانشگاه شروع بشه من مثل قبلش مرتب پاشم بیام ویدیو بزنم؟ نه اصلا یه همچی چیزی وجود نداره. بیان واسه تو تعریف کنم در ترم جدید چه اتفاقایی داره میفته. قبل از هر چیزی لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مرسی بابت حمایتاتون و اینکه بریم که شروع کنیم دیگه. همین لیتس گو. دیگه خودتون میدونید که قضاوت کار خداست. میخوام واسه اولین بار کیبوردم رو تمیز کنم بعد از چندین سال که از وقتی که گرفتم شده اینجوری مثلا یه دستمالی بکشم روش، ولی نشده قشنگ کلیداشو در بیارم و تمیز کنم. این گنده کسام بینش نمیخوام زوم کنم دیگه، اونایی که میتونن ببینن دیگه ببینن. هنرنمایی هوشنگو داریم روش، خاکایی که 800 سال مونده. این یه دونه کلیدم دیگه خودم در آوردم اول، ببینم میتونم یا نه. ان شاءالله که سالم میمونم. فکر کنم باعث میشه خراب بشه، ولی خب این ترم خیلی دروس همش تخصصیه دیگه. تقریبا تخصصی که نیست. 4 روز در هفته مجددا دارم میرم دانشگاه و میام. بابت چی؟ بابت اینکه مثلا 7:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر دوخت روز دارم میته که یه دست کت شلوار رو بدوزیم. چقدر گرد و غبار، خاک به سرم، چقدر شلختم. بعد از اون یه درس دیگه ای دارم که اون دیگه عملی نیستش. روش تحقیق برداشتم دیگه. با برمی داشت دیگه. درسی بود که سر در خونه شطوری بود که در خونه همه میخوابید و باید یه روز این درس رو پاس میکردیم. پس برداشتم و کلاسش به شدت رو اعصابه. یعنی استادش زیادی مثلا خانومیه که خیلی واقعا اطلاعات داره، خیلی گردن کلفته، ولی واقعا خیلی سخت میگذره کلاس. نمیدونم چرا خوشم میگه کلاس شما تنها کلاسی که انقدر سخت میگذره. خب میگه دست خودمون نیست، چیکار کنیم. با همون استادی که ترم پیش جنسیت سازی داشتیم، طراحی لباس مشاغل دارم، الگو سازی و دوخت لباس کودک دارم. من نمیفهم. خلاصه جونم برات بگه نرم افزار دارم، طراحی لباس دارم که با مارولوس کار میکنه استادمون، یعنی مارولوس رو بهمون یاد میده. با همون استادی که ترم 3 بودیم، ترم چند بودیم که طراحی لباس داشتم، فکر کنم جزو اولین ولاگامه، ترم 2. آره طراحی لباس داشتم. گفتم بهم یه دونه خسته نباشید نگفت. آلبومم حتی تو ویدیو نشون دادم فکر کنم. بعد بهم 17 داد. مجبور شدم که این ترم هم با همون استاد کلاس. چقدر دراما دارم این ترم، چقدر با بچه ها داستان پیش اومده که 3 ترم دیگه بیشتر نمونده. چرا الان شروع کردید داستان درست کرد؟ الان که دیگه باید همه خسته باشید از اینکه دیگه دارید میایید دانشگاه، دیگه از زندگی و همه چی خسته باشید، تازه الان انرژی گرفتید دراما درست کنید. همش داره خوب پیش میره. عرضم به خدمتتون که آیفون میزنن. خاک به سرم. نمیدونستم کثیفه، نمیدونستم اینقدر کثیفه دیگه. به خدا تلفن میکشم روش. به ابوالفضل این دفعه تمیز کنم تلفن میکشم روش. من حوصله ندارم هر بار اینجوری تمیز کنم. فقط یه دونه همون طراحی لباس مشاغل کلی تکلیف داره، کلی. هیچ کدوم از ترمایی که تا الان داشتم به سنگینی این ترم نبوده. خیلی بیشتر رو اعصابم. خیلی خسته تر از این بودم که بخوام حتی چی میگن از بدوهایی که دارم واسه دانشگاه میکنم ویدیو بسازم. به جان خودم این دفعه تمیز بکنم تلفن میکشم. هر چقدر متاسفانه هوا سردتر بشه وضعیت آلودگی و اینا بدتر میشه و من با عذاب بیشتری برم دانشگاه. میگم یعنی واقعا با سختی مسیر میتونه آدم کنار بیاد. با اون آلودگیه که 1000 بار حالتو بدتر میکنه تا برسی خونه، اون بیشتر باعث میشه بعدش به هیچ کاری نرسی و اذیت بشی. اینو کلا خالی کردم و خیلی جهنمه. بذارید نشونتون بدم. نگاه کن تو رو خدا. واقعا برای خودم متاسفم که همچین شلخته مراقبت کردم از وسایلم. حالا من مطمئن نیستم اینا رو چجوری باید جا بذارم. بعد اینجوری مثلا بگیرم بالا، بعد دوباره کلید رو چیکارم نمیدونم. 2 تاش این مدلیه. حالا بعداً به اونش فکر کنیم. بریم فعلا کلیدا رو تمیز کنیم.
بعدش این دور رو بر تمیز کنیم و این داستانا. از 5:30 صبح که بیدار شدم، 5:30 5:45 دقیقه اینا بعدم دانشگاه. ببینیم وضع من آدم تو آفتاب مثلا نورش خوب باشه، ولی فکر کنم اگه برم تو سایه بهتر باشه. این هفته بهار نیست و امروز تازه شنبه است، روز اوله که بهار نیست. انقدر کلافه شدم. بهار کجایی؟ بهار اولین چای کل روزه. سر کلاس چیز بودم امروز، دختر روز داشتم، الگو کشیدم اونایی که مثلا طبق برنامه ریزیم برای امروز بود و خیلی ساعت بیکارم، یعنی از 2-3 ساعت قبل از تایم نهار بیکارم و واقعا دیوونه شدم دیگه. بعد نهار دیدم هر چقدر خودم رو بکشم من نمیتونم بیدار بمونم، هر کاری دارم میکنم نمیتونم بیدار بمونم. اومدم رفتم نمازخونه، خواب 2 بود، هلوش 2 بود، 2 خوابیدم، یه نزدیک 3 بلند شدم. میخواستم 1 ساعتش کامل بخوام، 1.5 ساعت وقت باقی موندم ولی نشد. دانشگاه چی؟ من قره نمیزم، من قره دانشگاه قرار شده نزم، من نمیزم. چقدر خوبه. من چرا از صبح با تو روبرو نشده بودم عزیزم. خودشون نیستن بعد تایم نهار بعد تا بوق سگ واسه ما پراست شد. خروسخونم که دوباره کلاس دیدم در حالی که خودشون نیستن. این کلاس تموم شد انشالله 2 ساعت 3 ساعت هم تو راه برگشتیم دیگه، بعدش میرسیم خونه انشالله آمین. بریم.
اتاق تمیز شد و الان دیگه میتونیم با خیال راحت پارچه بندازیم برش بدیم. میدونم چه فکر کردید مثلا قرار اتاقو تمیز کنم که راحت توش استراحت کنم؟ نه، اتاقو تمیز کردم که راحت توش کثیفکاری دانشگاه بکنم، ولی دیگه خیلی طولانی میشه. اینجا کات تموم. ولاگ بعدی سعی میکنم بیشتر کارهای دانشگاه باشه، مثل دوخت و دوست. بله، کمتر خودم باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. ممنون که منتظر ویدیو بعدی هم هستید. الکی مثلا هستید. ممنون بابت حمایتاتون. واقعا مرسی. دم یکیتون گرم. مچ پس کله یکیتون. بازم میام خونتون به امید دیدارتون. درن. خدافظ.